داستان چه؟ مرد در حالی که دستهای خود را در جیب‌های کاپشن مشکی رنگش فرو کرده بود به یک مغازه کفش فروشی رسید. جلو ویترین ایستاد و کفش‌ها را با دقت نگاه کرد. سرما بخار دهانش را لقمه کرده می‌بلید. چند نفر که سرهایشان را پایین گرفته بودند از کنار او گذشتند. وارد مغازه شد. فروشنده عینک ذره‌بینی‌اش را جابجا کرد. بفرمایین آقا، فرمایشی داشتین؟ اون کفش مشکی رنگ لطفاً. چند روزه؟ 41. شاگرد مغازه در حالی که تون پلک میزد رقمهایی را برای مردی که کلاه کپی قهوه رنگی به سر داشت میخواند و او با انگشت سبابه دست راستش همراه با پایین آوردن سرش همزمان به تکمه‌های ماشین حساب ضربه میزد. اون یکی لطفاً. و لنگه کفش را بر روی میز گذاشت. فروشنده کفش را درون جعبه گذاشت و آرام گفت بفرمایید و جعبه را به طرف مرد بر روی میز سر داد.